آیا فکر میکنی دستکش دروازه‌بان فقط برای گرفتن توپ طراحی شده؟ کاملا فکرت اشتباهه. پشت این دستکش‌ها یه داستان عجیب و تاریخیه. تو دهه 1930 توپ از چرم سنگین ساخته میشدن. وقتی بارون میومد توپ تبدیل میشد به یه گلوله سنگی. دروازه‌بان‌ها برای اینکه انگشتاشون نشکنه مجبور بودن دستکش ضخیم بپوشن. اما امروزه دستکش‌های شاهکار مهندسی هستند. چسبندگی بالا، محافظت با فنرهای داخلی، حتی بعضیاشون هم حسگر دارن برای تحلیل عملکرد. پس اگه دفعه بعد یه سیو خفن دیدی، بدون پشت اون دستکش یه داستان علمی و تاریخی خوابیده. اگه از این دانستنی خوشت میاد، لایک کن و برای رفیق فوتبالیت بفرست.